دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، سرگرمی خودت عاشقی احوال خودت باش، سرگرمی خودت عاشقی احوال خودت باش. یک لحظه مخور حسرتی آن را که نداری، یک لحظه مخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قدم مال خودت باش، راضی به همین چند قدم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیر و پروبال خودت باش، 100 سال اگر زنده بیمانی گذرانی، 100 سال اگر زنده بیمانی گذرانی، پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش، پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش، پروبال خودت باش، پروبال خودت باش، و دنبال خودت باش.
درود عرض میکنیم به کل بیننده های برنامه های تلویزیونی سفینه. برنامه فضا است دوستان ارجمند و مهمانان امروزه برنامه ما هنرمندان انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی تاجیکستان با راهبری علیشیر قنوعتزاده راهبر انسمبل مذکور و یکی از هنرمندان محبوب کشور که من حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگم. خوش آمدید و درود و پیامی اگر به بیننده دارید مرحمت می‌فرمایید. درود و سپاس به همه بینندگان، به همه آنانی که عاشق سرود و شعر و ترانه هستند. تشکر زیاد، خوش آمدید. و انسمبل ترانه و رقص یکی از انسمبل‌هایی است که برای پیشبرد و رشد صنعت ملی تاجیکی تلاش می‌کند. یعنی همون موسیقی ملی و بیشتر موسیقی‌های خلقی که هستند آنها رو برای بیننده میرساند و کوشش میکنید که بیشتر همین گونه ترانه‌ها زنده شوند، رشد کنند و هنرمندان همین گونه ترانه‌ها رو پیشنهادی مخلصان خویش گردانند. و میبینم که صف جوانان نیز روز تا روز در همین انسمبل شما زیاد میشود، خاصتا از میان مطربان و آوازخوانان. خب میخواستم کمی برای بیننده ما راجع به ساختار همین انسمبل کمی معلومات میدادید. سراول باید بگویم که از آن روزی که فیلارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت دارد، یعنی که از سالهای 1938 باز این انسمبل فعالیت دارد که بسیار استادان زبردست از این انسمبل برآمدن، شهرت یافتند. و عموما مقصد انسمبل ما چیزی که گفتید برقرار کردنی عموما تکیه بر سرودهای خلقی است. و خوشبختانه یک چیزش میگه هر یک هنرمندی که در این انسمبل فعالیت دارد خود ایجادکار هستند. خود ایجادکار هستند و نوبسته از مثلا آهنگایی که از کمپوزیتوران هستند از دیگران میخورند خود ایجاد میکنند و هر سال هر یک دین نزد مخلصای خودش برنامه خود را پیشکش میکند. همچنین انتیام من سرودهای خلقی را چگونه پیدا میکنید؟ یعنی بعضی سرودهای هستند که در میان مردم تا حال شاید به دست شما نرسیدن، با مردم گفتگو میکنید، کتاب‌ها را دسترس میکنید، چگونه اون سرودهای فولکلوری را دوست دارید؟ چیزی که در بالا قرار کردم تکیه بر آهنگ و سرودهای خلق، یعنی که نه استراده و نه دیگر چیز. و خوشبختانه هنرمندای ما هم استراده اجرا کرده میتونن، هم شش مقام، هم فلک و هم خلقی. و بیشتر به سرودهای خلقی من ایجادکار در کلوار خود از تمام شاعر و اون شعری که باری معنی میکشد و یعنی که به در دل هنرمند میرسد اونا قبول میکنه به پیشکشی. و واقعا وقتی که رجوع میکنی، وقتی که جستجو میکنی، وقتی گوش میدی به سرودهای خلقی، فلسفه خیلی جالبی در همین گونه سرودها موجود است. یعنی مردم آرمان‌های خود، دردهای خود، شادی و خرسندی خود را در همین گونه سرودها جا دادند و خوشبختانه امروز همین گونه سرودها جمع‌آوری میشوند، بر رشته ادوار درآورده میشوند و بازخوانی میشوند و باز هم به خود مردم برگردانده میشه. بله، واقعا هم یک فکر میکنم یکی از کارهای خیلی ارزنده هست که همین گونه انسمبل ها امروز خدمت میکنند و همین گونه سرودها فکر میکنم عمری دوباره میگیرند و بیشتر به مردم داده میشوند. چون مثلا در یک منطقه یک ترانه هست که خاصی همون مردم است، وقتی که به دست مثلا هنرمندان حرفه‌ای میرسد و فراگیریش بیشتر میشود. خب همین گونه سرودها بیشتر در انسمبل شما یعنی خوانده میشوند، بازخوانی میشوند؟ من سرودایی که به دست هنرمند اصیل میافتد، چیزی که مثلا وقتی که عروس رو تصور کنید که آرام میده، چقدر زیبا میشود. برای من هر یک سرود وقتی که یعنی که آرا دادین، یعنی که با زبان امروز ارنجیروفکا میگن، ارنجیروفکا و با سبک نو و اسلوب نو پیشکش مردم کرد، البته قبول است. تشکر زیاد. باز چی دستاویز آوردید به برنامه ما؟ من یک غزل از فرزانه اگر اجازت باشد. بسیار عالی میشه. مرحمت، بفرمایید.
جهان با خود چی میبری؟ ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای چون همه روان با خود چی میبری؟ نه گل بری نه پول بر نقطه قبول، نه گل بری نه پول بر نقطه قبول. در روز امتحان با خود چی میبری؟ در روز امتحان با خود چی میبری؟ بری اگر پنهان ز چشم خلق، از چشم حق نهان با خود چی میبری؟ چیزی اگر بری پنهان ز چشم خلق، از چشم حق نهان با خود چی میبری؟ گر دست یافتی بر فتح آسمان، گر دست یافتی بر فتح آسمان، آخر به خاکدان با خود چی میبری؟ آخر به خاکدان با خود چی میبری؟ در لب یادها ماند چو سایه دست، نیکی جاودان با خود چی میبری؟ خالق ولو تو را تمدید عمر کرد، عمر کرد. ای جان تو به جان با خود چی میبری؟ ای جان خود به جان با خود چی میبری؟ نیکو مرام ما فردا سلام ما، نیکو مرام ما فردا سلام ما. حالا نرو بیمان با خود چی میبری؟ حالا نرو بیمان با خود چی میبری؟ با خود چی میبری؟ با خود چی میبری؟ تشکر زیاد، خسته نباشید. واقعا یک آهنگ جذاب بود و تمامی نوشته های استاد فرزانه واقعا تأثیر بخش و زیبا هستند که در آن مضمون و پند و اخلاق زیاد نهفته است. شما نیز یکی از هنرمندانی هستید که بیشتر کوشش میکنید که همکاری داشته باشید با شاعران و همچنین از اشعار کلاسیکان نیز زیاد میسرایید، زیاد غزلیات شاعران کلاسیکی ما رو آهنگ میبندید. خب همین از کجا هست همین انگیزه رو وردن به معنی، رو وردن به مفهوم های بلند؟ یک چیز را خاطرستان میکنم که من در عائله ما فرزند اسم خورده هستم. خب شکر خداوند که عائله ما خیلی عائله با فرهنگ و یعنی که محیطی فرهنگی و ادبی بسیارتر بود، چون که همه بزما میشد، همه
یک بزم سرود یک میمانایی که نازکی که میامدن حتما به خانه ما تشریف میآورند. پدر چی کاره بودن؟ یعنی از همون محیط استفاده می‌کنم. یعنی پدر و مادر چی کاره بودن؟ پدری من لیتننت کلام بودن در سالهای جنگی بزرگیتی و بعد این 40 سال معلم آموزگار بودن و همچنین آموزگاری یکمی من پدر هم در حیات و هم در مکتب پدرم بودم. برای امینم از این محیط بی بهره ماندن نمیشه. یعنی آموزگاری فنهای ادبیات بودن، فن ادبیات زبان فنهای تا مکتبی بودن. خب بله. یعنی همین گونه محیط شما رو تربیت کرد، یک محیط شعر و سرود. شعر و سرود. بله. خب خسته نباشید. چگونه آغاز کردید به سرودخوانی؟ من از کودکی بود. یعنی کی توصیه داد به شما؟ از کجا احساس کردید که همین گونه یک هنر در وجود شما هست و اگر سیقل دهی رشد میکنه؟ برای که سند شما رشد شود همگی از خداوند یک فایزش بس است. دویش استاد، سیومش کوشش. از همه بهترش این کوشی همون هنرمنده که خودش کوشش میکند، دیگرش آسان تر نیست. بدی باید محیط ما خیلی گم محیط شعر سرود بود. برادرم خط کننده دانشگاهی هنرهای زیبا بودن و محیط ما قریب هر شب بزم سرود بود. خب در خانه و از این من البته بهره می بردم، تاثیر بخش بود و همون محیط مرا به همین راه آورد. یادتون هست که کدام وقت روی صحنه برآمدید؟ یعنی ما هنوز صنف 5-6 میخوندم، در آزمون‌ها اشتراک میکردم، از سرودخوانی میکردم، می نواختم خودم و میخوندم. و یک چیز دیگه بود که وقتی که صنف 7 و 8 میخوندیم با جمع‌آوری انگور و پخته میرفتیم. از همه پیش معلم‌ها میگفتن که باید تو روی، چون که من همراه خودم حتما ربابم بود. بعد شب نشینی میکردیم و البته من سرودخوانی میکردم. یک شغلی دوست داشتنی من بود. خب نوازش ساز موسیقی رو از کی آموخته؟ از برادرانم. خب اونها نوازنده بودن، آوازخوان بودن، چی کار میکردن؟ برادرای من همش هم آوازخوان بودن و هم نوازنده. خب نوازندگی از همونها یاد گرفتم. و شما یکی از هنرمندان هستید که در ژانر بدیهه خوانی خیلی پیشرفت هستید و خب من باور دارم که از همه زیاد بدیهه در میان هنرمندان ما شما روی کار آوردید. تشکر. خب بدیهه سراییدن چگونه است؟ یعنی بدیهه یک ژانری است که سالهای آخر چند سال پیش خیلی کم بازکار میشه و حالا هم کم است. شاید من با امروی گلپری عارف زاده قریب 25-30 تا بدیهه داریم که حتی با زبان‌های هندی، با زبان عربی، با زبان ازبکی، با زبان ترکی، با زبان قزاقی هم دیده داریم و زیاده از با 15 زبان سرود خواندم. تشکر زیاد، خسته نباشید. مرحمت بفرمایید. از دوستانی نامکی دل مانده‌ام از دوستانی نامکی دل مانده‌ام از وعده های خامکی دل مانده‌ام از وعده های خامکی دل مانده‌ام یادی چراغ میکنم یار سراغ میکنم یادی چراغ میکنم
یار سراغ می کنم. روشن دلا از تاریکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. روشن دلا از تاریکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. خارن اهلی فهم و فهم، بالا همه زاغ و زغن. از عاقلی و زیرکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. سالارها بی حکمتم، ارزانها هم قیمتم. سالارها بی حکمتم، ارزانها هم قیمتم. کس پیر و هم از پیرکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. کس پیر و هم از پیرکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. مهر و محبت کم شده، جبر و خیانت زم شده. از ظلم ناایامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. از دوستانت بی خبرم، پرسان بشم شام و سر. از دوستانت بی خبر، پرسان بشم شام و سر. از یار بی پیغامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. از یاری بی پیغامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. ای آینده ها را نیک بین، فرهاد نیکی را گزین. آینده ها را نیک بین، فرهاد نیکی را گزین. از نقشه های دامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. از نقشه های دامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. از دوستانی نامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. از وعده های خامکی دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. دل مانده‌ام، دل مانده‌ام. تشکر زیاد، خسته نباشید، صداتان خسته نباشد. و از سفرهای هنریتان گوید. تا جایی که میدونم انسمبل شما سفرهای هنری خارجی هم داشت و شما چندین سفرها نیز کرده. بله، راستی گپ بسیار سفرها کردیم. خصوصا سفرهایی که ما داشتیم در دولت‌های سابق شوروی و خصوصا روسیه که سال 2002 یک سفری خیلی خاطرمان بود. همون سال تمام شهرهای کلان
روسیه نوروزیش اشتراک کردیم و تو در تمام شبکه‌های روسیه پخش شده بود. خب انسامبل چگونه سفرها داشت؟ انسامبلای من چقدر که در بالاش گفتید شکر من تکیه بر جوانا میکنم. باید تکیه بر جوانا کرد. ببینید همه بیشترش بچه‌های جوان هستند، ایجادکار هستند. سفرهای هنری داشتن بچه‌ها؟ خاصتا انسامبل ترانه و رقص که معرفی‌گر فرهنگی اصیل تاجیکی است. قبلا خیلی قبلا که اگر در یک ماه همگی ما 5-6 روز در فیلارمونی بودیم تمام، دیگر همه در سفرها بودیم. بله. سفرها به هنرمند الهام می‌دهد. بله. هر یک سفری که هنرمند میکند هر یک تجربه، این یک تجربه است، یک تجربه آموختن است. مثلا سفر میکنید به ازبکستان، میبینید که مردمش چی قبول میکنند. حتما باید که آینده شما آماده باشید به همون اونی که ذوق و دیدی آنها هست. واقعا خسته نباشید. و چی نقشه های هنری دیگر دارید؟ و واقعا من احسان میگم به هنرمندان شما که در برابر اونی که برای رشد هنر قدیمه تاجیک تلاش میکنن، هنر مردمی رو دوباره احیا میکنن. همچنین در علاهیدگی یک هنرمند موفق و شناخته نیز هستند که ترانه های مختلف با ژانرهای مختلف ایجاد میکنند. خب من میخواستم از نقشه های آینده تان برای بیننده گفته باشید. هنرمند یک مقصد دارند، فقط ایجاد کند، سرود خوبی برای مردم پیشکش کند. و البته هنرمندای ما هر یکش نووسه از اونی که ایجادیت شخصی دارد، به هر یک ایدو تنتنه که در پیش است یک تا یا دوتگی توفه هنرمند سرود است. البته سرودی که بخشه مثلا بروز استقلالیت، بروز سرقانون وابسته به جشن ما همون توفه خودش رو دارد. تشکر زیاد، خوش آمدید. بار دیگر ترانه آخری که پیشنهاد میکنید چی است؟ ترانه آخری که من برای بینندگان تلویزیون سفینه پیشکش میکنم یک سرود با متن استاد سرمد که خیلی خیلی خوب و با یک احساسات استاد سرمد نوشته است. یعنی تاجیکستان سرنوشت عشق سوزانی من است. تشکر زیاد، خسته نباشید. من از حضور شما، از حضور گروه ایجادی شما در برنامه امروز فضا خوشحال هستم و باور دارم که این برنامه برای بیننده ما نیز پسند آمد. مطمئنم که باز هم شما را دعوت میکنیم و سر همین سفره صحبت دیگر خواهیم آراست و از ترانه‌های دیگر شما خواهیم شنید. خوش آمدید به برنامه ما. و دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم و شما روزگار خوش تمنا داریم. برنامه با یک ترانه دیگر به اتمام برسد. خیر. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است. ذره خاکی عزیزش داروی جانی من است. در بری گهواره‌ای سنگش فراغت یافتم. در بری گهواره‌ای سنگش فراغت یافتم. تخت سنگی کوسارش تخت سامانی من است. تخت سنگی کوسارد تخت سامانی من است.
مصرهای رودکی گنجینه گم گشتنیست شیر او هر پارت ای زرافشانی من است سینه کوهی بلخشان رفشن از خورشید لعل آتشی آن آتشی مهر نیاگانی من است آتشی آن آتشی مهر نیاگانی من است لذتی شیری داری پی می رود از جان من اللهای مادری پر درد و ارمانی من است تاجیکستان رودبانو چشم سارم عاشقم هر گیاهت شیر و هر سنگی تو دیوانی من است هر گیاهت شیر و هر سنگی تو دیوانی من است تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است تخت سنگی پستارد تخت سامانی من است تخت سامانی من است